ساخت یک ربات بله که خودش به صورت اتوماتیک درآمدزایی میکنه. تو فقط کافیه یه روز وقت بذاری و با کمک AI چند تا چیز رو بسازی. بریم با هم ببینیم. سلام. تو عصر AI دیگه بحث ربات‌های اتوماتیک و ایجنت هایی که خودشون به صورت اتوماتیک درآمدزایی میکنن خیلی داغه و ما هم تو این کانال یکی از بخشایی رو که قرار به پوشش بدیم همینه و با کمک AI بتونیم یک سری کسب و کار رو راه بندازیم که خودشون به صورت اتوماتیک درآمدزا باشن و اصطلاحاً پسیو اینکام داشته باشه. برای این کار یک ایده رو ما فقط با AI به اشتراک گذاشتیم و گفتیم که الان که بحث نوسانات دلار و طلا و ارزها و حالا کریپتوکارنسی و اینجور چیزها داغ هست، برای تریدرها و حالا سرمایه گذارها بیایم یک رباتی رو بسازیم و یک چنل بله درست بکنیم که اطلاعات روزانه از فاندامنتال، از قیمت ها و حالا سنتیمنتی که توی بازار هست براشون یک اطلاعاتی رو فراهم بکنی که هم برای فردی که از این چنل استفاده میکنه سودمند باشه و بتونه اطلاعات مفیدی بگیره و هم برای فردی که ساخته، یعنی ما، درآمدزا باشه. چرا بله رو انتخاب کردیم؟ چون اینکه هم درگاه پرداخت توش داره و شما بدون هزینه اینماد و درگیری با مالیات و کد مالیاتی و اینا میتونید برای خودتون یک درگاه پرداخت داشته باشید و اگر خدایی نکرده حالا به هر دلیلی نت ملی بشه و دیگه نتونیم از نت بین الملل استفاده کنیم، همچنان شما میتونید از این ربات درآمدزاییتون رو حفظ کنید، بلکه بیشتر هم میشه. ولی خب همه این کارا رو شما روی تلگرام هم میتونید انجام بدید، منهای درگاه پرداخت که حالا دیگه بعد اون موقع پرداختتون رو سبکش رو عوض کنید یا کارت به کارت یا حالا هر مدل دیگه باشه. ما آمدیم یه ایده خام دادیم به AI و گفتیم که آقا میخوایم یه همچین چیزی رو داشته باشیم، یه رباتی که هر روز و حالا هر ساعت بیاد اطلاعاتی رو در رابطه با بازارهای مالی به کاربرش بده و کاربر اول بخواد اشتراک تهیه بکنه و اشتراک ماهانه داشته باشه و این پلتفرم رو هم با استفاده از پیام رسان بله و پلتفرم محبوب N8N که برای اتوماسیون ها و اتوماتیک کردن کارها به کار میره استفاده کردیم. حالا چرا بله و N8N؟ بله رو که گفتم چون تو نت ملی هم میتونیم کار بکنیم. N8N هم چون به صورت سلف هاستد هست و شما میتونید روی سرور خودتون، روی سرور ایران راه اندازی بکنید که در زمان قطعی اینترنت دیگه به مشکلی نخورید. حالا ما این سایت رو، این اشتراک N8N رو از وبسایت n8napp.ir تهیه میکنیم که کار خودمون هست و اونم یه ایده بود دقیقا مثل همین با AI بالا اومد و الان بعد از گذشت یک سال حدوداً بالای 300 تا یوزر فعال داره و حالا یک درآمدزایی رو برای خودش داره ایجاد کنه و شما میتونید از اینجا از خرید اشتراک سرور ایران رو تهیه بکنید و به راحتی ازش استفاده بکنید و دیگه در زمان قطعی نت بین الملل هم از سرویس N8N استفاده بکنید. حالا اگر سرویس N8N رو نمیشناسید، اولا که نترسید، اصلا چیزی پیچیده و سختی نیست. شما با یه سرچ توی یوتیوب میتونید کارکرد ساده و حالا حداقلی رو باهاش یاد بگیرید و بتونید یه همچین پلتفرم و یه همچین رباتی رو که الان میسازیم رو خودتون هم بسازید. حالا الان بریم اول سراغ این ربات بله ما که ببینیم چی کار میکنه، اصلا چی هست، چی کار میکنه. در مرحله اول یک رباته که شما با استارت کردن این ربات پیام به بازوی عرفان فایننس خوش آمدید رو میبینید و برای اشتراک روی دکمه خرید بزنید و ثوابت خریدتون رو هم میتونید ببینید. خب حالا ما با زدن این دکمه خرید برامون یک پیامی میاد که درخواست پول عملا پرداخت هستش و شما زمانی که پرداخت رو میزنید میاد که برای موجودیتون، مثلا الان موجودی من 20,000 تومان هست
و ما حالا قیمت این اشتراک رو 5000 تومان فعلا برای تست تعریف کردیم که خب خیلی چیز ارزونیه. شما قطعا میتونید بیشتر از این، فکر میکنم حداقل 100,000 تومان هم خیلی چیز مفتیه، قیمت مفتیه برای همچین اشتراکی داشته باشید. و پرداخت با کیف پول رو که بزنید اگر موجودی داشته باشید اشتراکتون فعال میشه و یک لینک دعوت به این چنل خصوصی میاد که این چنل خصوصی رو هم ما از قبل ساختیم در بله و میتونید اطلاعاتی که اینجا هستش رو ببینید. ما الان ببینید که ربات داره خودش اتوماتیک پیام تولید میکنه، اخبار مهم برای دلار و طلا و کریپتوکارنسی رو میذاره. یکی از فیچراش هست که داده های مثلا اشتغال استرالیاست، 23 جولای میاد، اینو هر هفته میذاره و هر روز هم چندین پیام بریفینگ داره که حالا میاد مثلا قیمت سکه و طلا در لحظه رو بررسی میکنه که آیا صعودی بوده نزولی بوده و چه سنتیمنتی در بازار داره. همینطور برای ارزها و رمز ارزها هم همین سیستم رو اجرا میکنه و به صورت اتوماتیک AI اینا رو میفرسته. روزی چندین پیام میاد از 9 صبح تا 6 بعد از ظهر، حالا اینطور که ما تنظیم کردیم هر روز این پیام ها میان و کاربران میتونن ازش استفاده بکنن اگر اشتراک خریده باشن و یک درآمد پسیوی برای شما ایجاد میشه که دیگه عملا بعد از حدود 1 یا 2 روز وقت گذاشتن برای ساخت این ربات دیگه شما وقتی نمیذارید و این هست و حالا اگر تبلیغاتی روش انجام بدید یا با اینفلوئنسری بحث بکنید که براتون بتونه تبلیغات انجام بده یا اصلا توی خود بله تبلیغات انجام بدید که تبلیغاتش خیلی قیمتش به نظر میصرفه، مثل تقریبا هم اندازه یک SMS ارسال کردنه که شما میتونید تبلیغات انجام بدید و حالا به درآمد با این رباتی که ساختیم برسیم. خب اما بریم ببینیم که برای ساخت یک همچین رباتی چه کارهایی باید انجام بدیم. ما تو پرانتز اولش بگم که همه این راهنمایی ها رو AI به ما کرده. ما با مدل رایگان سانت 5 کلاد صحبت کردیم و همه رو به همون دستورالعمل داده که چطوری باید این کارها رو انجام بدیم و هیچ علم برنامه نویسی یا علم مثلا N8N یا اتوماسیون یا حتی پرامپت نویسی نداشتیم. فرضمون اینه. اومده بهمون گفته که شما میرید در ربات بله، در پلتفرم بله و ربات بادفاده یا بازوی بادفاده برای خودتون اول باید استارت رو بزنید. وقتی استارت رو بزنید این فضا براتون میاد ساخت بازوی جدید. یک بازوی جدید میسازید. بازوی جدید حالا هر اسمی رو بخواید وارد بکنید، فرضاً عرفان. نام کاربریش بعد یک چیزی بذارید که به بات ختم بشه. حالا ما یه چیزی شانسی میذاریم آخرش بات که حالا زمان ویدیو هم زیاد نشه. و این اوکی شد و ساخته شد. به ما یک توکنی داد که این توکن رو سیو میکنیم و بعدا ازش استفاده میکنیم. و حالا اینجا برای پرداخت در بازو هم حتما اینجا فعال بکنید که پرداخت در بازو رو بزنید و زمانی که پرداخت در بازو رو شما میزنید براتون یک توکن دیگه ای هم صادر میشه. اما باید قبلش در بخش تنظیمات بله یک کارت حساب بانک ملی رو واسش تعریف کرده باشید. من الان اینجا تعریف کردم، برام اومد و چون کارت بانک ملیم رو قبلا فعال کرده بودم دیگه لازم نیست. اما اگه فعال نکرده باشید اینجا فعال سازی پرداخت رو که بزنید مستقیم میبرتتون به اون فضایی که بخواید کارت بانک ملیتون رو معرفی بکنید. بعد از اینجا این توکن پرداختمون رو هم باز ذخیره میکنیم و نگه میداریم که بعداً به کارمون میاد و حالا باز میتونیم برگردیم که اینجا بازومون رو هم از اینجا ویرایش بکنیم دیگه. ویرایش بازومون حالا نام میذاریم، متن خوش آمد میذاریم، تصویر پروفایل میذاریم و حالا دیگه اون بستگی به خودتون و سلیقه خودتون داره که یه مقداری با آزمون و خطا اینو تجربه میکنید و چطوری متوجه میشید که باید کار رو پیش ببرید.
برای گام بعدی یک کانال وی آی پی هم باید در بله بسازید که ساده است، مثل تلگرامه، کار خاصی نداره. یک کانال میسازید و حالا از حالت پابلیک به صورت پرایوت درش میارید که همه نتونن ببیننش. چرا؟ چون ما میخوایم اشتراک این کانال رو بفروشیم و قرار کاربرمون هزینه بکنه و پول بده بابت دیدن اطلاعات این کانال. پس نباید پابلیک باشه و باید پرایوت باشه. اما اگه بخوایم بررسی بکنیم که این ربات دقیقاً چی کار میکنه به صورت تیتروار، بریفینگ ساعتی از بازارها میده و که دیدیم در اول متنهایی رو برای ما ارسال میکنه که خلاصه سازی میکنه به صورت ساعتی بازارها رو و به اون میگه که چه اتفاقاتی در بازار داره میفته. فروش و اشتراک داره و پرداخت خودکار که میتونن خودشون انجام بدن و فاکتور میفرسته و پول رو میگیره و به حساب بله شما واریز میکنه. دسترسی خودکار کانال ایجاد میکنه، یعنی هر کسی که خرید بکنه دسترسی اون کانال رو براش ارسال میکنه تا یک لینک دعوت به کانال و بعد روی اون لینک کلیک بکنه به کانال وصل میشه و میتونه از کانال استفاده بکنه. یک دکمه سوابق خرید داره که کاربر میتونه ببینه چه کارهایی رو، چه خریدهایی رو انجام داده و کی تاریخش تموم میشه اشتراکش و حالا اطلاعات دیگه. قطع خودکار داره، یعنی هر کاربری که اشتراکش تمام بشه و به تاریخ انقضاش برسه به صورت خودکار از چنل حذف میشه اگر هم خرید بکنه دوباره، که خب اون به تایم قبلی اشتراکش اضافه میشه و دسترسیش از کانال قطع نمیشه. تقویم اقتصادی هفتگی میفرسته که باز دیدیم اول ویدیو برای کاربر تقویم اقتصادی که باید حالا بره بررسی بکنه، خودش از سایت های مختلف رو میفرسته و حالا یک تحلیلی هم روش میذاره که آقا این اخبار چه اتفاقی رو در بازارها میتونن رقم بزنن. و برای افرادی که اشتراک رو خریدن پرسش و پاسخ و هوشمند هم داره و میتونن با ای آی چت بکنن، مثل یک چت بات بهشون حالا در رابطه با مسائل مختلف پاسخگو هست و جواب میده بهشون. خب اما ابزارها و منطق پشت صحنه این رباتی که ما ساختیم چی هست؟ ما در قدم اول نیتن رو داریم تحت عنوان موتور اتوماسیون، موتور اصلی اتوماسیون که از این استفاده میکنیم. در این ربات ما از 4 تا ورک فلو استفاده کردیم که به صورت خلاصه اگه بخوام بهتون نشون بدم، دیلی بریفینگ هست که میاد بریفینگ ها رو میسازه، هر ساعت میاد اطلاعاتی رو از یه سری ای پی آی میگیره که حالا بعداً خدمتتون معرفی میکنم چه ای پی آی هایی رو ما استفاده کردیم که همشون هم به صورت رایگانه و عملا پولی نمیدیم. و ای آی میاد اون بریفینگ رو برای ما میسازه که باز حالا ای آی رو هم میشه ای پی آی رایگان گرفت و این هم حالا باید باز سرچ بکنید در فضای یوتیوب کلی ویدیو هستش که یاد بگیرید چطوری API رایگان با استفاده محدود در روز، این استفاده که ما در روز داریم رو تقریبا API های رایگان میتونن جواب بدن. و اگر حالا سر این داستان به مشکل خوردید کامنت بذارید، من خودم شخصا راهنماییتون میکنم و جوابتون رو میدم که چطوری API رایگان بگیرید و چند تا مدل هوش مصنوعی اینجا تعریف کنین که ریت لیمیت نخورید و بتونید به صورت رایگان ازش استفاده بکنید. حالا بعد اینکه اون بریفینگ ساخته شد میاد ارسالش میکنه به بله و توی دیتابیس ذخیره میکنه. یه ورکفلوی دیگه هم داریم که این قلب ربات هست و ربات از اینجا تغذیه میشه و هر پیامی که توی ربات میاد اینجا ساماندهی میشه که چه کاری باید باش انجام میشه، که اینم باز بسیار ساده است. حالا من همه این ورکفلو ها رو در اختیارتون قرار میدم تحت عنوان یک فایل و میتونید اصلا ورکفلو رو کپی کنید پیست کنید توی یک پلتفرم هوش مصنوعی، حالا چت جی پی تی یا کلاود یا هر چیز دیگه ای، بهش بگید آقا این ورکفلو چیکار میکنه، برای فلان کار من شخصی سازیش کن، مثلا بیا چه میدونم برای تولید محتوا مثلا برای من شخصی سازی کن که بتونم یه همچین کانالی درست کنم و بسازم و بفروشم. یه کلندر، پورتفولیو کلندر داره که اون تقویم معاملاتی رو برای ما درست میکنه و میفرسته که اینجا باز مدل هوش مصنوعی رایگانه و از API جی بلانک استفاده میکنه که اینم باز الان معرفیش میکنم بهتون بعدا. و یه دونه هم ورکفلوی بلیت ساب هست که میاد اون اشتراک هایی که
تایم اشتراکشون تمام شده رو از اینجا از دیتابیس میگیره و دیلیتشون میکنه و توی دیتابیس دوباره ذخیره میکنه و بهشون اطلاع رسانی میکنه که آقا شما اشتراکتون تمام شده بیاید بخرید. و همین کارمون در N8N همینه. و حالا میگم اگر آموزشی در اتوبان N8N میخواید به هر جای این ورکفلوها رو متوجه نشدید و خیلی براتون عجیب غریبه، یه دو تا ویدیو در فضای یوتیوب از N8N ببینید، کامل یاد بگیرید که چه اتفاقی و چه کاری رو اینجا ما انجام دادیم. ما دیتابیس هامون هم در داخل خود فضای N8N ساختیم، یعنی دیگه نمیخواد بیایم جای دیگه از گوگل شیت استفاده کنیم یا حالا هر مدل دیتابیس دیگه. خود N8N به ما این امکان رو میده که دیتابیس بسازیم و دیتابیسمون رو هم خود AI ساخت، یعنی مدل هوش مصنوعی به صورت CSV به ما خروجی داد که دیتابیس چطوری باشه. ما اینجا از create table زدیم و import CSV فایلی که کلاد به ما داده بود رو اینجا گذاشتیم و خودش برامون دیتابیس رو به صورت اتوماتیک ساخت و اصلا دیگه هیچ کاری لازم نبود که انجام بدیم، یعنی اینقدر ساده. این از فضای N8N. و حالا سایر ابزارها هم که بله است که راجبش صحبت کردیم که درگاه پرداخت و ربات بهمون میده. از سایت BRS API استفاده کردیم که یه همچین فضایی داره. حالا سایت قشنگی هم نداره متاسفانه، ولی خوب API که به ما میده خوبه. ما میتونیم قیمت طلا، دلار و کریپتوکارنسی رو در یک ریکوست ازش بگیریم و حالا قیمت های قبلشون، نوساناتشون، همه اینا رو توی اون ریکوست میاره و میتونیم ما همه این اطلاعات رو با یک ریکوست داشته باشیم و هر ساعت یه ریکوست بهش بزنیم که اصلا کاملا رایگان هست و هیچ هزینه‌ای برای ما نداره. قسمت بعدی API که استفاده کردیم JBlank هست که هفته یه بار ما با این کار داریم. یه همچین سایتی داره که باز اونجا میاید اول لاگین میکنید با یه ایمیل خیلی ساده و API تون رو میگیرید و طبق این داکیومنتیشنی که داره میتونید API تون رو ست بکنید و ازش در N8N استفاده بکنید که اخبار هفتگی رو بگیرید. و اینم بگم که ما باز داکیومنت JBlank رو هم حتی مطالعه نکردیم، همه ریکوست ها رو خود کلاد به همون داد که چگونه توی N8N ازش استفاده بکنیم و اینو بگیم. RSS اخبار بازاره برای حالا کریپتو، هم کریپتو هم حالا اخبار بازار داخلی میتونید از سایت های مختلف RSS فید بگیرید که باز اونم خیلی ساده است، میتونید سرچ بکنید راحت. گرفتن RSS اخبار در N8N چندین ویدیو از اساتید مختلف براتون میاد که میتونید ببینید و یاد بگیرید چیکار کنید که AI مدل هم که خدمتتون عرض کردم، باز اونم با سرچ خیلی ساده میتونید یاد بگیرید که چطور میتونید AI مدل رایگان داشته باشید و چطور از AI مدل های رایگان استفاده کنید و هزینه‌ای ندید. در بخش نهایی هم دیگه نوبت شماست که تخیل و ایده پردازی رو به کار ببندید و ایده بدید که چه کاری به درد جامعه ما الان میخوره، چه کاری میتونیم انجام بدیم که ازش درآمدزایی داشته باشیم. ما حالا یه ربات دیگه بیایم بسازیم با یه عملکرد دیگه و یه ساختار دیگه و حالا نیازهای دیگه که با N8N بیاریمش بالا و توی بله بتونیم ازش درآمدزایی اینجوری خودکار داشته باشیم و یه پسیو اینکامی رو کنار حالا کارهای دیگه که انجام میدیم داشته باشیم که بتونه برامون درآمدزا باشه. هر کاری کردید، هر ایده‌ای داشتید و اگر اجرایی کردید در کامنت ها برای من بنویسید. خیلی خوشحال میشم که ببینم چه کاری انجام دادید و اگه کمکی هم از دستم بر بیاد حتما بهتون کمک میکنم. و یادتون نره که چنل ما رو سابسکرایب کنید هر هفته و حالا شاید هفته چند تا ویدیو در رابطه با این مسائل و درآمدزایی با AI یا توسعه کسب و کارها با AI داریم و میتونیم در کنار هم به درآمد بیشتری تو این اوضاع اقتصادی بعد برسیم. خدا نگهدار.